ایمنی فقط یک دستورالعمل نیست. ایمنی یک باور است. باوری که در هر قدم، در هر تصمیم و در هر لحظه از کار همراه ماست. ایمنی نتیجه تلاش یک نفر یا یک تیم محدود نیست. ایمنی حاصل همدلی همه ماست. از کارگری که با دقت تجهیزات را کنترل می‌کند تا کارشناسی که با وسواس خطرات را شناسایی می‌کند. من به همکاران واحد ایمنی و بهداشت افتخار می‌کنم. کسانی که با حضور پررنگ و تلاش خستگی ناپذیرشان امنیت و آرامش خانواده‌های هزاران نفر را تضمین می‌کنند. از شما سپاسگزارم که با مسئولیت پذیری، همدلی و تلاش ایمنی را به یک ارزش پایدار تبدیل کردید. بیایید با هم عهد کنیم که این راه را ادامه دهیم تا هیچ حادثه‌ای، هیچ خطری و هیچ نگرانی نتواند مسیر توسعه را متوقف کند. ایمنی راه ماست و شما همراهان ارزشمند این راه.